شما گفتید انسان‌ها از مریخ آمدند. دلیل شما چیست؟ بله، اول از همه روزهای بدن انسان کمی طولانی تر از 24 ساعت هستند. حدود 24.2 ساعت. طول روز مریخ هم تقریباً 24 ساعت و 39 دقیقه است. این یعنی ریتم طبیعی بدن ما با روز مریخ سازگارتر است تا زمین. فقط ریتم شبانه روزی و گرانش کمتر؟ چیز دیگری هم هست؟ نه، موارد دیگری هم هست. مریخ زمانی سبز و دارای آب، رودخانه‌ها و اتمسفر مناسب برای زندگی بوده است. بدن ما با مریخ چندین ویژگی دارد. ساختار استخوان‌ها و مفاصل. گرانش کمتر باعث می شود فشار روی ستون فقرات و زانوها کمتر باشد و حرکت راحت‌تر انجام شود. ریتم طبیعی خواب و بیداری. روز طولانی تر مریخ با ساعت داخلی بدن انسان مطابقت دارد. نور خورشید و آسمان. خورشید مریخ کمی کم نورتر از زمین بود، تقریباً نصف روشنایی زمین، اما هنوز درخشان و خیره کننده بود. آسمان رنگ آبی یا آبی سبز داشت و نگاه مستقیم به خورشید خطرناک بود، ولی قابل تحمل تر از زمین بود. تحمل تابش‌ها و منابع محدود. بدن ما توانایی مقابله با تابش‌های طبیعی و مدیریت منابع آب و غذا را دارد، مشابه شرایط آن زمان مریخ. پس چرا انسان‌ها مریخ را ترک کردند؟ به دلیل تغییرات شدید محیطی، کاهش منابع و شاید حتی یک جنگ هسته‌ای بزرگ روی مریخ، زندگی در آنجا ناامن شد. بنابراین انسان‌ها مجبور شدند به زمین نقل مکان کنند. نسل‌های بعدی ما همان انسان‌های مریخی هستند که روی زمین ادامه یافتند. شواهد علمی هم وجود دارد؟ بله، کاوشگرهای مریخی حالا مقدار تشعاعات هسته‌ای سطح مریخ را اندازه‌گیری کردند و تشعاعات غیرعادی و بالایی پیدا کردند که می‌تواند نشانه‌ای از انفجارهای هسته‌ای در گذشته باشد. همچنین شهاب سنگ‌هایی از مریخ به زمین آمدند که حاوی مولکول‌ها و اجزای اولیه زندگی هستند. این نشان می‌دهد که انتقال حیات از مریخ به زمین ممکن بوده است. یعنی شما فکر می‌کنید ما در اصل مریخی هستیم؟ بله، انسان‌ها و اجزای اولیه حیات ما، سلول‌ها و مولکول‌های حیاتی از مریخ آمدند. بدن ما هنوز با برخی شرایط مریخ مثل گرانش کمتر و ریتم طولانی‌تر سازگار است. ما در اصل نسل‌های بعدی حیات مریخی هستیم. آیا این موضوع می‌تواند برای آینده ما مهم باشد؟ بله، اگر روزی دوباره به مریخ بازگردیم، بدن ما ممکن است راحت‌تر با محیط آنجا سازگار شود، چون در ژن‌ها و فیزیولوژی ما هنوز اثرات مریخ باقی مانده است.